بیشتر می سازد. و اینجاست که شیعیان با خشم فریاد می زنند الا لعنت الله علی القوم الظالمین. آری اینانند شیعیانی که سختی و دشواری این سفر نورانی را به جان خریدند که زائر آستان مقدس امامین عسکریین علیهم السلام کی شود آیین زاره بر دلم دازی چو یارا، بر دل خسته کدم سازی چو یارا، ده مدال دیده با نیز عنایت به منو از مهر و عشق بازی خدا خدا. یا ابن الحسن آقا بیا، یا ابن الحسن آقا بیا. بعضی دارن تو فراق یارشون گریه میکنن. آقا بیا، چه حال عجیبی بر تک تک آنان دست داده است. آرزوی دیدن گنبد و گلدسته های حرمین شریفین را می توان در چشم های آنان به تماشا می شود. چه آرزوی برباد رفتی. چرا که به جای گنبد و گلدسته تلی از خاک می بینند که روزگاری محفل کبوتران عاشق و دلسوخته. قبل از ورود به حرم چشم ها را می بندی و اذن دخول می خوانی تا اندک اندک چشمانت رخصت دیدن حرم یار را کسب نماید. اما دریغا که به جای ذریح تنها پارچه‌ای سبز رنگ می بینی که دور تا دور محل دفن امامان غریب را گرفته، ولی امان از عشق و عاشقی. عاشق که جز اشک و آه چیزی در بساط ندارد و ره یافتن به حریم دوست او را کفاف می‌دهد. چرا که سر بر آستان یار می‌گذارد و با بغض فرو خورده از این همه ظلم و بی‌عدالتی نجوا می‌کند. السلام علیک یا مولای یا علی ابن محمد. السلام علیک یا مولای یا حسن ابن علی. و اشک بی محابا از چشمان به غم نشستش سرازیر می‌شود. بعد از زیارت حرمین عسکریین اراده می‌کنی تا به سرداب مقدس پا گذاری و از نزدیک محل عبادت برترین های خلقت را نظاره‌گر شوی و لیاقت پیدا کنی رکعتی نماز در آن مقام گذاری. سردر سرداب را می‌بینی که از ظلم ظالمان بی نصیب نمانده و رنگی از خاک گرفتند. شیعه عاشق پا به درون سرداب می‌گذارد و لختی تأمل می‌نماید. چه بسا شمینی از یار احساس کرده است و رد پای عشق را در اینجا می‌جوید و به امید استشمام عطر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نفسی از عمق جان می‌کشد، گویان که می‌خواهد تمامی آن فضا را به درون وجود خود برد. کمی آن طرفتر به اتاقی میرسد که گویند محل عبادت این امامان عزیز میباشد. هرچند که گوشه های از آن به دست جاهلان قرن تخریب شده است، اما فضای نورانی و مقدس آن اندکی کاسته نشده است و او که آرزوی دیدن این مکان در رؤیاهایش را می‌جوید درنگ نمی کند و الله اکبری رسا میگوید و به نماز می‌ایستد. و اگر گوش جان تیز کند وقتی دعای دست میخواند و فرج مهدی فاطمه را از خدا طلب میکند، میشنود که آن حضرت نیز برای تعجیل فرج خویش دعا میکند. بیا یا ابن الحسن آقا،
تو شور عشق من، روشنی انجمن، بی تو در دام بلا افتادم. با اینکه تمامی حرم تقریبا ویران شده است، اما شیعه با تلاش و کوشش آستین همت بالا زده و به مدد مهدی صاحب الزمان این مکان مقدس را با شکوه تر از گذشته بنا خواهد کرد. امیدواریم بشریت از خواب غفلت برخیزد و قضاوت کند حقانیت شیعه را، هرچند ظهور آن قاضی عدالت گستر که ذره ای ظلم را تحمل نخواهد کرد نزدیک است. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. کی میایی منجی و سلطان امکان، عقده‌ها با کنی با یک نگه ای نور یزدان. بین چه کرده با دل من سوز هجران، سوز هجران. یا ابن الحسن آقا بیا